سلام. شیرینی امروز ما یک موچیه که خوشمزه است، لذیذه و بچه‌ها خیلی دوست دارن. نیاز داریم به آرد گلوتینوس نشاسته ذرت و شیر و پودر قند و کره. مواد خوش رو با هم مخلوط میکنیم و شیر رو کم کم به مواد اضافه میکنیم. از هر اسانسی میتونیم برای داخل مواد اضافه کنیم. من وانیل زدم، شما توت فرنگی یا هر چیز دیگه میتونید بزنید. مواد رو با همدیگه از صافی رد میکنیم تا صاف بشه. داخل مایتابه نشسته میریزیم، با کفگیر یا لیسک خوب به هم میزنیم روی شعله ملایم. اونقدر هم نمیزنیم که خیلی خشک بشه. یک کمی که هنوز نرمتر بود از روی شعله برمیداریم، کره رو کم کم به مواد اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. اگر بعد از هم زدن و بعد از خوب مالش دادن یک کمی هنوز به دست چسبید، میتونیم دستمون رو چرب بکنیم و مواد رو هم بزنیم. اگر هم نیاز نبود و به دستمون نچسبید، نه، این کار رو انجام ندید. بعد از اینکه خوب خمیر ما کشدار شد و به اصطلاح عمل اومد، میتونیم هر اسانس رنگی رو به مواد اضافه کنیم. من رنگ قرمز رو زدم که یک موچی صورتی رنگ رو به ما تحویل بده. سطح کار رو آرد نشاسته ذرت میپاشیم. خمیر رو باز میکنیم. داخل خمیر رو با هر آنچه دوست دارید، میوه، نوتلا یا خامه زده شده، هر چی دوست دارید پر میکنید، یا کرم فیل پر میکنید و به صورتی که داخل فیلم میبینید میپیچید و میذارید کنار. و الان موچیای ما آماده است. میذاریم داخل یخچال خنک بشه و آماده خوردنه. بعد تو ظرف در و بسته میذاریم که خشک نشه. نوش جان.